سلام دوستان، سیما هستم، راوی کانال ترنم روایت. امشب چند حکایت تاریخی و داستانای آموزنده از تاریخ رو براتون میخونم. چون این حکایت ها کوتاست چند تاشو با هم میخونم. امیدوارم که خوشتون بیاد. حکایت کریم خان زند و مرد چاپلوس. کریم خان زند هر روز صبح برای دادخواهی ستمدیدگان می نشست تا به شکایت مردم رسیدگی کنه. روزی مرد حیله‌گری پیش اون اومد. همین که به حضورش رسید چنان اشک از دیده فرو ریخت و گریه کرد که دل شهریار بر اون سوخت. هر چه میخواست سخن بگه گریه مجالش نمیداد. پادشاه دستور داد اونو به آسایشگاهی ببرن تا کمی آروم بگیره. ساعتی نگذشته بود که غم و اندوهش فرو نشست. اونو نزد شاه آوردن. کریم خان قبل از رسیدگی به خواستش دلجویی بسیاری از اون به عمل آورد و به برآوردن درخواستش امیدوارش کرد. آنگاه از کارش سوال کرد. اون مرد گفت مادرم منو نابینا زایید. از هنگام تولد خداوند قوه بینایی رو ازم گرفته بود. عمر خود را تا چندی پیش با محرومیت از نعمت دیدن گذروندم تا اینکه روزی افتان و خیزان و عصا زنان به عیناق ابوالوکیل آرامگاه پدر شما رفتم. دست توسل به مزار شریف اون مرحوم زدم و ازش درخواست 2 چشم بینا کردم. اونقدر گریه کردم که بیحال شده و به خواب رفتم. در عالم خواب مردی جلیل القدر رو مشاهده کردم که به بالین من اومد و دست بر چشمانم گذاشت و گفت من ابوالوکیل پدر کریم خان زند چشم تو رو شفا دادم. اینک با خاطر آسوده حرکت کن. از خواب بیدار شدم و چشمای خودم رو بینا یافتم و جهان تاریک برام روشن شد. این همه گریه من از باب ستایش و سپاسگزاری بود که توان خودداری نداشتم و شرفیاب حضور شدم تا به عرض برسونم که فرزند چنین پدری هستیم. چون من با داشتن این 2 چشم زندگی تازه‌ای یافتم به پیشگاه شما اومدم تا خود رو برای همیشه جزء فداییان معرفی کنم و عرض نمایم که از هیچ گونه خدمتگزاری دریغ نخواهم کرد. کریم خان دستور داد دشخیم رو حاضر کنند. وقتی دشخیم اومد دستور داد چشمای اون مردو بیرون بیارن. کسانی که نزد شاه حضور داشتن برای اون تقاضای گذشت و عفو کردند که اون مردی حیله بازه که به امید کرم و بخشش شما اومده و کریم خان رو از این کار منصرف کردند. ولی فرمان داد اونو به چوب بستن. هنگامی که بر بدنش چوب می زدن کریم خان گفت پدرم تا وقتی که زنده بود در گردنه بید سرخ خردزدی می کرد. من به این مقام رسیدم. عده‌ای چاپلوس برای خوشایندم بر آرامگاهش مقبره‌ای ساختن و آنجا را عیناق الوکیل نامیدن. تو ای دورانکوی چاپلوس اونو صاحب کرامت خدایی معرفی میکنی؟ ای کاش چشماتو در آورده بودم تا میرفتی و برا مرتبه دوم از اون چشم تازه میگرفتی. حکایت دوم حکایت فرشته و فقیر. 2 فرشته مسافر برای گذراندن شب در خانه یک خانواده ثروتمند فرود اومدن. این خانواده رفتار نامناسبی داشتن و 2 فرشته رو به مهمانخانه مجلسشون راه ندادن، بلکه زیرزمین سرد خونه رو در اختیار اونا گذاشتن. فرشته پیر در دیوار زیرزمین شکافی دید و اونو تعمیر کرد. وقتی فرشته جوان ازش پرسید چرا چنین کاری رو کرده،
پاسخ داد همه امور بدان گونه که می نمایند نیست. شب بعد این دو فرشته به منزل یک خانواده فقیر ولی بسیار مهمان نواز رفتند. بعد از خوردن غذای مختصر، زن و مرد فقیر رخت خواب خودشون رو در اختیار دو فرشته گذاشتن. صبح روز بعد فرشتگان زن و مرد فقیر رو گریان دیدن. گاو اونها که تنها وسیله گذران زندگیشون بود در مزرعه مرده بود. فرشته جوان عصبانی شد و از فرشته پیر پرسید چرا گذاشتی چنین اتفاقی بیفته؟ خانواده قبلی همه چیز داشتن و با این حال تو کمکشون کردی، اما این خانواده دارایی اندکی دارن و تو گذاشتی که گاوشون بمیره؟ فرشته پیر پاسخ داد وقتی در زیرزمین آن خانواده ثروتمند بودیم دیدم که در شکاف دیوار کیسه طلا وجود داره. از اونجا که اونا بسیار حریص و بددل بودن شکاف رو بستم و طلاها رو از دیدشون مخفی کردم. دیشب وقتی در رخت خواب زن و مرد فقیر خوابیده بودم فرشته مرگ برای گرفتن جان زن فقیر اومد و من به جاش اون گاو رو به اون دادم. همه امور بدان اون گونه که نشان میدن نیستن و ما گاهی اوقات خیلی دیر به این نکته پی میبریم. پس به گوش باشید، شاید کسی که زنگ در خانه تو رو میزنه فرشته‌ای باشه و یا نگاه و لبخندی که تو بی تفاوت از کنارش میگذری اونها باشن که به دیدار اعمال تو اومدن. حکایت سوم، عظمت و بزرگی نادرشاه افشار. کریم خان زند پادشاه ایران پس از شکار در نزدیکی تخت جمشید اردو زد. از دور عظمت تخت جمشید دیده میشد. یکی از فرماندهان گفت آیا شکوه ایران زمین در تخت جمشید پایان می‌یابد؟ کریم خان پرسید در زمان پادشاهی نادرشاه افشار کجا بودی؟ گفت در تمام آن دوران در روستایمان به پدرم در کشاورزی کمک می‌کردم. کریم خان خندید و گفت آن زمان همانند امروز تو از دور به پادشاه ایران زمین نادرشاه افشار نگاه می‌کردم و می‌گفتم آیا تمام شکوه ایران زمین در نادرشاه افشار پایان می‌یابد؟ و امروز به تو میگویم دیگر آن بزرگی و عظمت را من در کسی و جایی ندیدم. این سخن وکیل و رعایا کریم خان زند که از سرداران نادرشاه افشار بود خود گویای عظمت و جوهر آن یگانه دورانها رو داره. اورود بزرگ اندیشمند برجسته کشورمون میگه نادرشاه افشار تونست از خراب آبادی که دشمنان برامون ساخته بودن کشوری با شکوه بسازه. نام اون همیشه برای ایرانیان آشنا و دوست داشتنی خواهد بود. نادرشاه افشار در جمع ارتشیان ایران میگه وقتی پا در رکاب اسب می نهی بر بال تاریخ سوار شدی. شمشیر و عمل تو ماندگار میشه چون هزاران فرزند به دنیا نیامده این سرزمین آزادیشون رو از بازوان و اندیشه ما میخوان. پس با عمل خود میآموزانیم که پدرانشان نسبت به آینده اونها بی تفاوت نبودند و آنان خواهند آموخت آزادیشان را به هیچ قیمت و بهایی نفروشند. حکایتی از اسکندر مقدونی. میگن اسکندر قبل از حمله به ایران درمانده و مستعسل بود. از خودش میپرسید که چگونه باید بر مردمی که از مردم من بیشتر میفهمند حکومت کنم.
یکی از مشاورانش گفت کتابهاشونو بسوزون، بزرگان و خردمندانشونو بکش و دستور بده به زنان و کودکانشون تجاوز کنن. اما ظاهراً یکی دیگه از مشاوران به قول برخی ارسطو پاسخ میده نیازی به چنین کاری نیست. از میان مردم آن سرزمین آنها را که نمیفهمند و کم سوادند به کارهای بزرگ بگمار، آنها که میفهمند و با سوادند به کارهای کوچک و پست بگمار. بی سوادها و نفهمها همیشه شکرگزار تو خواهند بود و هیچگاه توانایی طغیان نخواهند داشت. فهمیده ها و باسوادها هم یا به سرزمین های دیگه کوچ میکنن یا خسته و سرخورده عمر خود را تا لحظه مرگ در گوشه از آن سرزمین در انزوا سپری خواهند کرد. حکایت انگشت بریده شده پادشاه. پادشاهی هنگام پوست کندن سیبی با یک چاقوی تیز انگشت خودش رو قطع کرد. وقتی که نالان طبیبان رو میطلبید وزیرش گفت هیچ کار خداوند بی حکمت نیست. پادشاه از شنیدن این حرف ناراحت تر شد و فریاد کشید در بریده شدن انگشت من چه حکمتی است و دستور داد وزیر را زندانی کنند. روزها گذشت تا اینکه پادشاه برای شکار به جنگل رفت و آنجا آنقدر از سربازانش دور شد که ناگهان خودش رو در میان قبیله‌ای وحشی تنها یافت. آنان پادشاه را دستگیر کرده و به قصد کشتنش به درختی بستند. اما رسم عجیبی هم داشتند که بدن قربانیانشان باید کاملا سالم باشه و چون پادشاه یه انگشت نداشت اونو رها کردند و اون به قصر خودش برگشت. در حالی که به سخن وزیر میاندیشید دستور آزادی وزیر را داد. وقتی وزیر به خدمت شاه رسید شاه گفت درست گفتی، قطع شدن انگشتم برای من حکمتی داشت، ولی این زندان رفتن برای تو جز رنج کشیدن چه فایده ای داشته؟ وزیر در پاسخ پادشاه لبخند زد و پاسخ داد برای من هم پرفایده بود، چرا که من همیشه و در همه حال با شما بودم و اگر آن روز در زندان نبودم حالا حتما کشته شده بودم. و اما آخرین حکایت حاتم طایی و مرد بخشنده. از حاتم طایی پرسیدن بخشنده تر از خودت دیدی؟ گفت آری. مردی که داراییش تنها 2 گوسفند بود یکی را شب برام ذبح کرد، از طعم جیگرش تعریف کردم، صبح فردا جیگر گوسفند دومم برام کباب کرد. گفتن تو چه کردی؟ گفت 500 گوسفند به اون هدیه دادم. گفتم پس تو بخشنده تری؟ گفت نه، چون اون هر چی داشت به من داد، اما من اندکی از اون چی که داشتم به اون دادم. دوستان امیدوارم که لذت برده باشین. حکایت ها خیلی کوتاه بود ولی جالب بود و پر از پند و نصیحت. همتونو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.